سلام بچه ها، من فرزانم و خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از کانال یوتیوب من. بریم با هم یه میکاپ نچرال با یه خط چشم آبی بنفش خوشگل داشته باشیم. اول از همه کرم مرطوب کنندم رو زدم، کرم دور چشمم رو زدم که سیمپل مدل رولیشه و ضد آفتاب که مهمترین رکنشه. بچه‌ها من اینجا از کرم پودر کلارینس استفاده کردم. خیلی کرم پودر خوبیه، یعنی جدا از ماندگاری خوبی که داره اکسید نمیشه و به راحتی بلند میشه، یعنی اصلا تکون نمیخوره از تو صورتتون. خیلی خوبه، این عین مخمل رو صورت میخوابه. کانسیلر میبلینم هم که معرف حضور همه هست دیگه، همگی میدونین دیگه این کانسیلر نسبت به قیمتش چقدر خوبه. پودر فیکس فلورمار. بچه‌ها حالا من شماره و اسم تمام چیزایی که استفاده کردم و تو زیرنویس ویدیو نوشتم. این براشای ریل تکنیکسن که من 2 تا ستشو دارم، یعنی 5 سالی میشه دارم ازش استفاده میکنم و واقعا عالیه. که حالا میگم اسم و شماره همشون رو نوشتم. زیر چشممو باهاش ست میکنم. من همیشه از این برای ست کردن زیر چشم استفاده میکنم، ولی دیدم که یه سری برای کرم پودر زدن و حالا روژگونه زدن هم ازش استفاده میکنن. کرم پودر وقتی با اینجور براشا بزنی خیلی کاور سبکی میده بهت، یعنی اگر بخوای یه کاور سبکی بگیری ترجیحاً از یه همچین براشایی استفاده کنی، خیلی خوبه. برانزر بورژوامو استفاده میکنم، یه گرمایی به کل صورتم میدم و کریس چشمم هم باهاش یه کوچولو گرم میکنم و عشق همیشگیم رژونه هات ماما. دیگه بنده خدا آخرای عمرشه، یه 3 سالی میشه دارم ازش بیگاری میکشم، ولی با این حال عاشقشم، واقعا عاشقشم. با دست و دلبازی فراوون استفادهش میکنم. و این پلت رنگی نیکسم بچه، این خیلی پلت خوبیه. حالا جدا از سایه های خوبی که میشه باهاش زد، رنگی و تابستونی و اینا، میشه باهاش خط چشمای خیلی خوشگلی کشید. حالا من الان تصمیم گرفتم رنگ بنفشش رو استفاده کنم، یه خط چشم کلی باهاش بکشم. بعدش با یه رنگ آبی که تو خود همین پلته گوشه هاشو آبی میکنم و بلندش میکنم. این خط چشمای دو رنگ خیلی قشنگ میشن اگر که به خوبی بلندشون کنید، خیلی خوشگلن. حالا مثلا میتونید رنگایی که دوست دارید یا رنگایی که با هم مچن و با هم بلند کنید و بزنید رو چشمتون و لذتشو ببرید. این براش 2 سر اکوتولزه که باهاش سعی میکنم این خط و خطوط خط چشمم رو محو کنم، چون من کلا خط چشمای محو رو ترجیح میدم به خط چشمای شارپ و خیلی خطی و اینا. بعد از پلت سافیکس رولوشن هم یه رنگ کرم برمیدارم و به کل پلکم میزنم و خب طبق معمول فرموژه، چون من موژه های خیلی صاف و بی حالتی دارم ازش همیشه استفاده میکنم. این ریملم هم که ریمل اسنس مدل آی لاو اکستریم. بچه‌ها من برای لبم اول یه رنگ کرم برداشتم، به کل لبم زدم، بعد با یه رنگ یکم پررنگ‌تر که حالا اسم شمارش هم نوشتم یه کوچولو وسط لبم رو پررنگ کردم و با این براش ریل تکنیکس کل لبم رو باهاش بلند کردم که این براش اصلا مخصوصا برای لبه. خب بچه ها، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خدافظ.